سال گذشته میلادی نیز برای غیرنظامیان افغان سال خونینی بود. بر اساس گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر افغانستان در سال 2020 میلادی روزانه به طور میانگین 23 غیرنظامی افغان بر اثر انفجار و درگیری‌ها در افغانستان کشته یا زخمی شدند. 8500 غیرنظامی در جریان سال 2020 میلادی کشته و زخمی به ثبت رسیده که شامل زنان، اطفال و مردان میشود. خواست ما از طرفین جنگ است که آتش بس شود. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید از مجموع تلفات سال 2020 میلادی در افغانستان 2000 نفر کودکان بودند. دیگه ما نمیفهمیم که تا کی حالت دی وطن ما ادامه پیدا میکنه. تلفات غیرنظامیان افغان در سال گذشته میلادی در حالی است که نظامیان آمریکایی که آغازگر جنگ در این کشور بودند ادعا کردند سال بدون تلفاتی را در افغانستان در این نزدیک به 2 دهه سپری کردند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنین در گزارش خود آورده است در سال 2020 میلادی آمار تلفات ناشی از ترورهای هدفمند در مقایسه با سال 2019 میلادی 3 برابر افزایش یافته است. ترورهایی که همچنان ادامه دارد. امروز نیز در 3 انفجار جداگانه در 3 نقطه از شهر کابل 6 نفر کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان ترورهای هدفمند عامل 1/4 تلفات غیرنظامیان افغان در سال گذشته میلادی در این کشور بوده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.